این هفته خبر تو خبر داره براتون از شلنگ تخته های شیخ فرید در میدان مین کرونا و دروغ‌هایی که تمومی نداره. یه روز از پایان کرونا میگه به نظر من پیک این بیماری تمام شده. حالا علی‌رغم همه حرفا، جهش و همه مشکلات و اینا، این در مجموع در عالم یک پیکی داشته. این پیک دیگه آخرشه، با این گسترش واکسن آخرشه. این پیک میاد پایین. حالا ممکنه جهش‌های دیگه داشته باشیم، مشکلات دیگه داشته باشیم. و روز بعدش از موج 4 کرونا خبر میده. در مجموع خب ما را ممکنه با یک مشکلی مواجه کرده باشه که خب امروز هم در بررسی ها دیدیم متاسفانه در 2 استان این موج 4 آغاز شده و شروع شده و در برخی از استانهای دیگر هم اگر مراعات نکنیم ممکنه وارد این موج بشیم که باید حواسمون جمع باشه. خلاصه این که خودش هم نمیدونه چه غلطی داره میکنه و رو هندونه هایی که خودش ترکونده لیز میخوره.